سرخط مهمترین خبرها: یک سازمان حامی روزنامه‌نگاران رهایی احمد ابراهیم را طلب کرد. پول خود مردم ها ورژنی. در وحدت چه مخلوق پیدا شده است؟ بازداشت یک مرد سیاه‌پوست. و در روسیه میخواهند وارد شوی عائله‌های مهاجران منع کرده شود. درود بینندگان عزیز، با تازه ترین خبرها از تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 20 آگوست سال 2024 است. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاهش در نیویورک از مقامات تاجیکستان خواست روزنامه‌نگار احمد ابراهیم را آزاد و اتهام ضد او را بیکار کند. گلنازه سعید، هماهنگساز برنامه‌های کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، 19 آگوست در اظهارات گفت بازداشت احمد ابراهیم یادآور آن است که هر شکل روزنامه‌نگاری تنقیدی در فضای عمیقاً سرکوب کننده رسانه‌ای در تاجیکستان خطرناک است. از این پیش دو سازمان تاجیکان در خارج نیز رهایی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم را طلب کردند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در آمستردام بازداشت احمد ابراهیم را محکوم کرد و آن را غیرقانونی و پایمال آشکار حقوق شهروند دانست. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان در ورشو نیز از مقامات تاجیک خواست که احمد ابراهیم را فوراً آزاد کرده هر گونه اتهام ساخته و بافته نسبت به یگانه نشریه مستقل را در منطقه قطعاً خاتمه دهند. مقامات رسمی درباره بازداشت احمد ابراهیم خبر ندادند. نزدیکانش نیز در این باره صحبت نمی‌کنند. احمد ابراهیم مؤسس پایک، یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان است و به اطلاع منابع رادیوی آزادی 12 آگوست در بازداشت قرار دارد. یک منبع در نهادهای انتظامی به رادیوی آزادی گفت روزنامه‌نگار به قصد جنایت و دادن پاره گمانبر شده است، اما یک از دوستان احمد ابراهیم به رادیوی آزادی میگوید به احتمال زیاد سردبیر پایک قربانی نقشه شد که هدفش بازداشت او بود. مقامات تاجیکستان تصادف نقلیاتی در ناحیه خراسان را شرح دادند که در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد را به میان آورده بود. کمیته حالت‌های فوق‌العاده در خبرنامه نوشت پیش از ظهر 18 آگوست ماشین بارکش هینا هنگام حرکت از سمت دوشنبه به سوی شهر باختر به سبب از کار ماندن ترمز و چند ماشین سبک‌رو در مرکز ناحیه خراسان برخورده است. به اطلاع رسمی راننده ماشین بارکش کریم ربیف ساکن 33 ساله ناحیه وخش بوده است که با جراحت‌های زیاد در بیمارخانه بستری است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده نوشت در نتیجه این تصادف نقلیاتی یک نفر در جای حادثه به هلاکت رسیده، 8 کسی دیگر زخمی شدند. به اطلاع دریافته رادیوی آزادی احوال چند نفر از مجروحان وزنین است. در این حادثه 7 نقلیات آسیب دیده است. وزارت کارهای داخلی گفته است تحقیق حادثه را آغاز کرده است. این بار اول نیست که ماشین‌های بارکش سببگار صدمه‌های پرقربانی در تاجیکستان می‌شوند. سال پیش یک ماشین باربری دولن در شهر کولاب به چند خانه و ماشین برخورد سبب مرگ و مجروحی بیش از 20 کس شد. آن وقت هم مقامات گفته بودند سبب تصادف از کار ماندن ترمز ماشین بود. پیدا شدن گویا یک مخلوق ناعیان به گفته ساکنان جن باشندگان بعضی منطقه‌های شهر وحدت را نگران کرده است. مقامات میگویند که همه این آوازه است و ساکنان نباید خواطر باشند. در روزهای اخیر نوارهای زیادی به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن دیده می‌شود گروهی از آدمان که با زبان تاجیکی حرف میزنند یک مرد سیاه‌پوست را بازداشت کرده به ماشین سوار می‌کنند. ساکنان میگویند که این جن یا کدام مخلوقی است که به خانه ساکنان درآمده به مردم آسیب می‌رساند. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی به رادیوی آزادی گفت این نوارها آوازه هستند و حقیقت ندارند. بعضی صحیفه‌های در اینستاگرام که اساساً نوارهای مقامات را نشر می‌کنند شب گذشته از بازداشت مرد سیاه‌پوست در شهر وحدت خبر دادند. به نوشته این صحیفه‌ها دن شهروند اوگاندا برای پیدا کردن نان اساساً شبانه به خانه ساکنان وحدت می‌درآمده است. ساکنان شبانه این مرد را تعقیب می‌کنند و او به بام خانه یکی از ساکنان برآمده فرار می‌کند. مقامات درباره بازداشت چنین نفر رسما خبر ندادند، اما در عکسی که پخش شد این مرد سیاه‌پوست در اداره میلیسا دیده می شود. درباره این مرد و چگونه به تاجیکستان آمدنش معلومات زیاد در دست نیست. بعضی کاربران پرسیدند او چگونه ویزای تاجیکستان را دریافت کرد در حالی که برای سیر کردن شکمش مبلغ ندارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 10 سال پیش ماه آگوست سال 2014 برنامه طرز معامله مأمورانش را با مردم و جهانگردان و مهمانان خارجی اعلان کرد. این تصمیم بعد آن گرفته شد که شکایت‌های زیادی از درشتگویی و رشوه‌گیری میلیساها رسانه‌ای شده بود. بعد 10 سال طرز رفتار معامله میلیساهای تاجیک چگونه است؟ تغییر کرده است یا نه؟ همکاری ما امیر ایسوف همین سوال را از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسید. راضی نیستم. چرا؟ برای که یا من معقول نیست. آدم‌ها را غم می‌تید. آدم‌ها کمغه را غم می‌تید. سوم میکنه. آدم سوم داره ایلینی سوم میکشد. تمام. یگان کاری بزیب هم نکنه سوم میکشد. یگان کاری بزیب نکنه
паспорташонте инташонте падар модар куҷода комек куҷо зиндагӣ ё ҳақ надора. Мо ягон кори безеб накардем, балки мана милитсия уже намефора ташнид. Дурасти гап ман қатъи милисияи хел рафтомаи бисёр надорам, барои ҳамин хушрӯ намедонам мумкин хуб бошад. бале бидем пештара бидан ҳамин чизо бидан дар асл ҳозира шуда нестан ҳамин чизо. баъди фармони вазири корҳои дохилӣ ҳамин чизо бартараф шудагӣ ҳастанд. дар ҳақиқат ягон воқеа набуд, лекин ягон кори рафтори зишт, кори нодуруст набуд. фақат ҳуҷҷатҳо тайёр мекунем ва зиндагӣ мекунем. ҳамаш нағз, зиндагӣ нағз. мо ҳаёти ғарибӣ дорем, лекин муносибати нағз нигоҳ накарда ба он ки ман иностранец инҷа зиндагӣ мекунам. ягон рафтори зишт набуд. вақтҳои пешда бисёр кормандони ҳифзи ҳуқуқ мақсад аз тарафи мардум чӣ буд? муомилаи хуб намекарданд, ҳозир боша хеле муомилаи хуб мекунанд. бовар кунед, агар ҳамин коркуни органи дохила намешудан, оли ҷумҳурии моро соли 92 чӣ мекардан? бояд меовардан. розӣ нестам. го вақт муомилаи соз мекунад, го вақто чӣ? го вақто чӣ мекунад? баъд рафтор мекунад. масалан дар чӣ? масалан ҳаминҷо хоб мера бесоҳибо. ҳавоё мебаранд, ҷарима мебандад. бисёри видеое ки мебинед ва ё монтаж ҳастанд. монтаж. Лекин ба ина худи мо ба чашми худ мебинем ки ягон муносибаташон 100% бо мардум ягон дағалона рафтор намекунанд. بینندگان عزیز، نظر شما بر رفتار کارمندان میلیسیا در تاجیکستان چگونه است؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. 'گروه از وکیلان دومای دولتی روسیه با رهبری لیانید سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات می‌خواهند که عائله‌های مهاجران کاری از حق درآمدن به این کشور محروم گردند. به این مضمون طرح قانون تهیه شده است. آن را روز 19 آگوست برای بررسی پیشنهاد می‌کنند. طبق آن اگر اعضای عائله مهاجران کاری شهروندی روسیه را نداشته باشند، نباید به روسیه راه یابند. این پیشنهاد در صورت پذیرفته شدنش به خارجیان دخل خواهد داشت که بر اساس قرارداد یا پتنت در کارهای سطحی پایین کار می‌کنند. یک دلیل لیانید سلوتسکی این است که عائله‌های مهاجران عادتاً گروه زیست با زبان خود گپ می‌زنند. پس از حمله به تالار کراکر سیتی هال در ماه مارس امسال، مقامات روسیه در طرح‌ریزی و اجرای آن چند زاده تاجیکستان را متهم می‌دانند. کار و زندگی مهاجران در آن کشور دشوار گشت. ازبکستان و افغانستان در حجم 2.5 میلیارد دلار 35 سازشنامه و شرطنامه همکاری امضا کردند. سروزیر ازبکستان عبدالله آریپوف 17 آگوست با یک هیئت حکومتی برای اشتراک در فروم تجارتی و باز کردن نمایشگاه میدین ازبکستان در کابل به افغانستان سفر کرد. سازشنامه و شرطنامه ها را 17 آگوست از یک سو عبدالله آریپوف و از سوی دیگر اجرا کننده وظیفه معاون سروزیر افغانستان در امور اقتصادی مولا عبدالغنی برادر امضا کردند. انتظار می رود عملی سازی این سازشنامه ها رابطه های اقتصادی و تجاری دو کشور را تقویت خواهند بخشید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 آگوست را فرا میگیرد. 20 августи соли 2010 дар тоҷикистон сафари ҳаҷ барои то 18 ва бузургтар аз 80 солаҳо манъ шуд. агар аз сӯи чунин маҳдудиятро ба зиёд будани шумори хосторони зиёрати хонаи худо дар тоҷикистони аксар сокинонаш мусалмоннишин рабт бидиҳанд, аз назари мунаққидон ин қарор идомаи маҳдуд шудани фаъолиятҳои динӣ бахусус ҷавонони наврасон мебошад. 20 августи соли 2013 дар Русия медиа ҳолдинги Таҷинфо соҳиби радиои интернетӣ шуд. радиои интернетии муҳоҷир барои тоҷикистониҳои муқими Русия ва дигар кишварҳо барномаҳо таҳия карда, онҳоро дар ҷараёни охирин хабарҳои марбут ба шароити кору зиндагии муҳоҷирон мегузорад. 20 августи соли 2016 дар Олимпиадаи тобистонаи Рио де Жанейро гурзандози тоҷик Дилшод Назаров барандаи нишони тилло гардид. ӯ аввалин олимпичии тоҷик буд, ки баландтарин нишони сабқати байналмилалиро ба Тоҷикистон овард ва бо истиқболи гарми ҳамватанонаш рӯбарӯ шуд.
дар муддати 25 соли ширкат дар бозиҳои олимпӣ мунтахаби тоҷикистон ҳамагӣ 4 медал ба даст овардааст. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 117 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1060 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلتی جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. اگر خبر یا نظری دارید لطفاً در زیر برنامه به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.